به نام خداوند بخشنده مهربان. امشب در اینجا صحبت میکنیم و پیاممون رو به دوستان و دشمنان داخلی و خارجی بسیار شفاف پیاممون رو امشب ابلاغ میکنیم. به خصوص اینکه انقلاب در شرایط خاصی وجود داره قرار گرفته و اگر که ما نسبت به موقعیت و اماکنی که باید حضور داشته باشیم تو اون سنگرها و اون سنگرها چه در خارج چه در داخل موقعیت خودمون رو تشخیص ندیم، میشه سرباز گیج و کلافه‌ای که جهت رو تشخیص نمیده توی جبهه. این قطعا یا اسیر میشه یا کشته میشه. در خصوص فتنه 5 ساله و خوده‌ای داعش در عراق و در سوریه خاصه بعد از داستان بهار عربی، میدونید این کتابی که اخیراً هیلاری کلینتون نوشته و چاپ شده The Hard Choices، گزینه‌های سخت، اون تو رسما اعلام میکنه که این پدیده کار تئوریسیناییه که من لیدرشون بودم. یک، وجود این تیپ جوانان در اروپا خودش خطره، اینهایی که گرایش به انقلاب اسلامی دارند. دو، میاریم توی فضا و اردوگاه هایی که سعودی ها و این ترکی های احمق اردوغانی اخوانی اینها به اینها باز 2 مرتبه آموزش بدن، متناسب با زمین های آماده و شرایط آماده اینها رو هلشون میدیم. اون تو از هر طرف که کشته شود آرزوی ماست. در سال اول میشه گفتش که 70-80% سوریه اشغال شد، سقوط کرد. در عراق هم تقریبا قریب 40% مناطق سقوط کرد. اون دیدگاه حضرت آقا 4 سال پیش و این روزهایی که الان یوم الفرح ماست، یعنی تقریبا خود پایتخت دمشق از لوث وجود تقریبا 80% پاک شده. ما بقیه مناطق لکه گذاری هاییه که به شکل حضور دائمی دشمن نیست ولی کن مناطق مشبوهه. عمق این پیروزی رو نتانیاهو درک کرد. هفته قبل رفت پیش ترامپ و رفت اونجا و اینها یه بدبیرایی به هیلاری داد، گفت آخه خاک تو اون سرتون کنن. 5 سال این کمیته و اتاق فکر شما برنامه ریزی کرد برای این که داعش رو بندازه به جون اینا، امنیت برای ما برقرار کنه. خاک بر سرا. الان مسیر زمینی ژنرال قاسم آنچنان باز شد که موشک رو در تهران بارگیری میکنه، میاره عراق، میاره سوریه، میاره لبنان، چسبونده ایران با فلسطین اشغالی حالیاً هم‌مرز شد. این پیروزی مرهون چیست؟ یه دونه مثل حججی معادله و بالانس کل عالم و این بچه به هم ریخت با اون ایجاد صحنه عاشورایی. خیمه‌ای که دود از توش داره بلند میشه، صحرای غمبار، مظلومیتی که توی چشمهای این بچه هست، خشونت و صعوبتی که توی این چهره یزیدیان هست، آتیش، خیمه، دود. خدای این چه کربلای این بچه درست کرده. هدوء و آرامش رو از کجا آوردی تو؟ کی به تو این آموزش رو داد؟ کجا یاد گرفتی؟ محصول چیه این بساط تو؟ مال آموزش و پرورشه؟ از شما مردم انقلابی میپرسم، آیا با دروس دبستانی و دبیرستانی ما
بچه من با تفکرات امام، انقلاب، دهه 60، جهاد و دفاع مقدس آشنا می شود. جناب آقای آخوند کرباسچی در همین جا اظهار فضلی فرموده بودند که مگر فقط با ارسال سلاح و ارسال پول و سرباز می شود امنیت را در سوریه برقرار کرد؟ می توانیم با دیپلماسی قوی و مذاکره اهداف خود را پیش ببریم. مگر جان جوانان خود را از سر راه به دست آورده ایم که آنها را اعزام بکنیم؟ نزدیم این حرفا. غیرت دینی آیا اینه که به اسم حالا دفاع عرض میکنم حرم فلان اینا یک دستگاه‌های بی حساب کنیم؟ آقا جان ما دلمون میخواد در سوریه و لبنان و یمن و همه این جاها صلح برقرار بشه، دفاع از مظلوم بشه، شیعیان اونجا تربیت بشن. ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن و کار؟ تو بچه‌تو فرستادی آخوند کرباسچی، ناراحتی، رفیقات، سازندگی چیها و اصلاحات چیها، وزرا و کلاشون از شیخ و رئیس دختر و پسرش بیرونن، انگلستان و کانادا و اینا میچرن تا وزیر خارجه، تا وزیر داخله، تا همهشون. ما بقیه اینا مگر که تو هم بر این باور احمقانه هستی که چون دلار میدن و پول میدن این میره؟ یه چشم قیمتش چقدر آقا؟ یه انگشت قطع نخاع شدن قیمتش چقدره؟ این جماعت منحرف در تمامی برنامه‌هایشان برنامه براندازی نظام رو، مشکلشون سوریه و اینها نیست. اون تفکر که علمدارش گفتم اون اتفاق براش پیش اومد به طرزی بسیار فجیع و دردناک که ما طالب اون قصه نبودیم، دوست نداریم این شخصیت هایی که یه روز مثلا پرچم دار بودند و اینها. خب آقا جان تو استخر اون ملعونه چیکار میکردی؟ اونجا چیکار میکردی اینا؟ بعد مدل تفکراتتون، کلنداختنتون با رهبر توی فتنه و مباحث دیگه که اتفاق افتاد، شما کمپلت مسیر 180 درجه خلاف مصالح انقلاب رو رفتید و هنوزم دارید ادامه میدید. از وقتی که شما اومدید قرار شد تحریم ها برداشته بشه و جنگ نشه، 83 تحریم طی این 2 سال برجام نافرجام، هفته 2 هفته نیست علیه ما تهدید نکنن و این طرفش جواب اون تهدیدهای تند رو جناب آقای وزیر خارجه توییتی نده. شماری از سناتورهای امریکا طرح اعمال تحریم‌های جدید ضد ایران را به بهانه آزمایش‌های موشکی تهیه کردند. بر اساس این طرح هر کس در برنامه موشکی ایران مشارکت داشته باشد و همچنین کسانی که با این افراد تعامل تجاری داشته باشند هدف تحریم‌های اجباری امریکا قرار خواهند گرفت. انگلیسی توییت یعنی چی؟ یعنی جیک جیک. فضاحت شکستشون بعد از اینکه فرمان حضرت آقا رو گوش نکردند، سرمایه به هدر دادند، زمان به هدر دادند و خاکمال کردند صنعت هسته‌ای رو و ما رو 20 سال عقب بردند، لکن با پررویی هنوز این را برای خود پیروزی می‌دانند. فتنه داعش با همه گستردگیش میتونست 2 ساله جمع بشه، لکن برجامیان و سینه چاکان غرب و غرب باوران و غرب لیسان این پیروزی رو 3 سال به عقب انداختن. گاجی میبینی؟ گفتم چی؟ گفت کانال 6 تودیع و معارفه
وزیر منحرف ارتباطات در دوره قبل که منحصراً تفکرشون اینه که شبکه موبایل اینترنشنال باید باشه، پهنای باندش هم فلان. بهش میگیم آقا جان موتور داخلی این رو تو همه جای دنیا اوپن نمیگذارن. بچه من با 4 حرکت داره ته داستان رو میبینه. نامرد جمعش کن اینو. انشالله با عنایت خداوند و توجه حضرت ولی عصر ما انشالله خدمت دوستان این خدمت رو افتتاح کنیم. خودتو میتونی کنترل کنی. 3 تا وزیر دوره تو به دلیل ارتباط نامشروع سکسی کله شدند. 3 وزیر. بچه من خودشو نگه داره. همینجا عرض کنم، گفتم تو این برنامه شهرداری تهران تیم منحرفی که اومده سر کار اینا برنامه دارن، اینها که برنامه نویسیشونو دادن که آقای کلباسچی بنویسن. رسما اعلام میکنم به عنوان یه بچه حزب اللهی توی تهران که تمام قد در مقابل انحراف فکری شما در تهران و سایر شهرستان‌ها میستیم تو این راه. کمتر از حججی هم انشاءالله مایه نخواهیم گذاشت، بیشتر نگذاریم کمتر نخواهیم گذاشت باذن الله. امشب با شهدای جبهه اسلام پیمان میبندیم که انشاءالله تا فتح سنگرهای کلیدی جهان مبارزه مبارزه ادامه دارد و تا مبارزه هست ما باریکالله و تا ما هستیم مبارزه